مولا جان ما مهاجر هستیم. هر روز یک مشکلی یک بلا در بالای ما می آید. آیا یگان دعایی هست که از این بلاها خلاص شویم؟ برادر عزیز، در این همه مشقت و دشواری ها مشکلی ها شما صبر کننده باشه، از الله بزرگوار امیدی ثواب کنه. ان شاء الله رب العالمین الله بزرگوار برای شما اجر ثواب بزرگی را نصیب می‌گرداند. در روایت ابو داود جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر دعای را برای ما تعلیم دادند که هر انسانی که سحر 3 بار بیگاه 3 بار این ذکر این دعا را بخواند، الله بزرگوار از جمع بلاها و ناراحتی ها و شخصیت را نگه می‌دارد. دعا این است: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. برادران عزیز، این ذکر را این دعا را حفظ کنه، از یاد کنه، هر سحر 3 بار هر بیگاه 3 بار بخوانید. ان شاء الله رب العالمین الله بزرگوار شما را همیشه در حفظ امان خود نگه می‌دارد. مولا جان ما مهاجر هستیم. هر روز یک مشکلی یک بلا در بالای ما می آید. آیا یگان دعایی هست که از این بلاها خلاص شویم؟ برادر عزیز، در این همه مشقت و دشواری ها مشکلی ها شما صبر کننده باشه، از الله بزرگوار امیدی ثواب کنه. ان شاء الله رب العالمین الله بزرگوار برای شما اجر ثواب بزرگی را نصیب می‌گرداند. در روایت ابو داود جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر دعای را برای ما تعلیم دادند که هر انسانی که سحر 3 بار بیگاه 3 بار این ذکر این دعا را بخواند، الله بزرگوار از جمع بلاها و ناراحتی ها و شخصیت را نگه می‌دارد. دعا این است: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. برادران عزیز، این ذکر را این دعا را حفظ کنه، از یاد کنه، هر سحر 3 بار هر بیگاه 3 بار بخوانید. ان شاء الله رب العالمین الله بزرگوار شما را همیشه در حفظ امان خود نگه می‌دارد.